ماشاءالله کاربلد. سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ من هستم توریچه و اصلا به یه ویدیو جدید خوش اومدید. تا دیگه همه یاد گرفتن تو اینستاگرام مسابقه میذارن، یکی میذاره مسابقه بستنی، یکی میذاره مسابقه غذاخوری، یکی میذاره مسابقه جگرخوری، یکی میذاره پیتزاخوری، خیلی مسابقه زیاد. امروز قرار بپردازیم به مسابقه بستنی خوری. قبل از رفتن بهتون بگم وسطای ویدیو دکمه لایکو بزنید و کامنتو بذارید و اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید و اون زنگولم بزنید و اینا خیلی متشکرم میشم و وقتی هم ازتون نمیگیره، مثلا چند ثانیه اینا کارا انجام میشه، تو چند ثانیه اینا انجام بده بعد تموم میشه میره دیگه. آقا بدون هیچ معطلی میریم سراغ مسابقه محله و مسابقه بستنی خوری. 2 3 برو بریم چالش بستنی. یا خدا آقا مظفر مغز درد نگرفت. تایم این چالش چیزی نمونده دیگه، 10 ثانیه. چقدر عجیبه یا رضا. 50 ثانیه تموم شد. بابا باری کلا واقعا تو مسلمون نیستی آقا مظفر. من فرار کنم تو برم نخورده، خدا نگهدار. آقا مظفر فکر کنم چیزی به نام عصب توی بدنش وجود نداره و دندوناش اصلا بی‌حسه. من سرم درد گرفت، مغزم ترکید. مغز چقدر مگه جایزه میدن؟ آقا ما هم بریم شرکت کنیم حداقل. یوتیوبری که واسه ما نون و آب نشد، حداقل بریم بستنی بخوریم پول در بیاریم. مریم خانم ماشاءالله 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 مریم خانم. پسر خانم گذشته فوق‌العاده دارم پیش میرم. ماشاءالله کاربلد تایم دارید 10 ثانیه گذشته. 45 ثانیه تایم این چالشه. تایم داری، عجله نکن. نکن ادامه بدید تا. هر خط فشار بده بره نترس. متی ماشاءالله عجله نکن. 30 ثانیه تایم داری. خوب شروع کردی. 15 ثانیه دیگه تایم دارید. ماشاءالله عجله نکن. بزن نشد که بشه. مریم گربه ها پیش میکنه، به گربه ها پیش میکنه. گذشته فوق‌العاده دارم پیش میرم. ولی پسرها حتما میدونن. کسی که کار بلد باشه خیلی خوب میتونه بستنی بخوره. ادامه بدید تا. هر خط فشار بده بره نترس. نگو که میخوای اونو چجوری میبره پایین. یا خدا بابا لعنتی سرت نترکید. وای سردت گرفتم. حالا سر هیچی، دندونام که عصب که نداری، چیزی به نام عصب تو بدن وجود نداره. گلوت یخ نزد، نه چایدی نه مردی، چجوری رفت پایین؟ 45 ثانیه تایم این چالش شروع نسبتا خوبی داشته باری کلا. دست خوش خیلی خوب شروع، خیلی با آرامش، خیلی ریلکس. اوه 2 ثانیه دیگه تایم داره و خیلی خوب پیش رفت. گیر کرد. این فرمون بری برنده یا سر 45 ثانیه باید دهان خالی باشه. جایزه چقدر داشت؟ جایزه رو به ما بگو. ما نداری. 5 ثانیه اونو بخور. تایمش تموم شد ولی خیلی خوب پیش رفت. باری کلا. قانون چالش 45 ثانیه تایم 500 جایزه. یعنی همه این بازی سر 500 تومن؟ یعنی تمام این همه ویدیو، این همه زحمت، مغز بترکه، دندونا به چخ بره، چه میدونم سوژه عام خاص بشی سر 500,000 تومن؟ راست میگه دیگه. همون 500 تومن هم میدن، هر روز بریم یه 500 بگیریم برنده بشیم، وضع مالیمون هم خوب میشه. یوتیوب داریم 4 سال ویدیو میذاریم، یوتیوب داریم چند سال ویدیو میذارم، یه ریال هم ازش نگرفتم. داداش من حتما میام پیشت. گفتم بهتون چالش بستنیه ولی توش لابلاش هم چند تا چالش های دیگه هم میرم نگاه میکنم. به 6 که مربوط نیست. دوست دارم ویدیو هر چی دارم میخوام نگاه کنم.
برو بریم چالش جدید کافه بستنی اکسیژن رو. یک عدد پیتزا رو باید تو تایم 40 ثانیه به اتمام برسونن. چقدر خوب داره پیش میره. ببینید تقریبا 10 ثانیه از تایم گذشته و حدوداً نصف پیتزا رو تموم کرد. آقا واقعا عجیبه. ببینید چقدر خوب میخوره. بابا باریکلا، بابا باریکلا. اولین شرکت کننده و اولین برنده است ایشون. فکر میکنم 27 ثانیه چیزی دیگه نمونده و خالی کن سینی رو. آقا تمام. دست خوش. چقدر دست خوش. داداش. حقیقتا من فرار کنم تا منم نخورده. برو بریم چالش جدید کافه بستنی اکسیژن رو. یک عدد. نفهمیدم چقدر ویدیو. چند تا 2 4 6 تا لیوان 35 ثانیه. تو 35 ثانیه بعد بخورن. جایزه چقدر داداش؟ جایزه رو به ما بگو. چرا مبلغ رو نمیگی؟ معده ترکید. تموم شد آخه از شما 2 نفر بر نمیاد که داداش. دقیقا یکی بیاد جستش بزرگ باشه بتونه پر کنه مخزنو. اینقدر کمر شکمت کلن چی میخوای پر کنی؟ ولی این برنده شد. بنفشه برنده شد. ماشاءالله. بخور نداری بیفت بعد اصلا بگیر بس ترکید. ماشاءالله. بالا زیاد بیارید. ماشاءالله. بخور علی. باریکلا. تو میتونی بخور. ماشاءالله. بچم تو دهنه. بچم همشه یه دفعه بده تو. دهن تو با اون 500 تومن فکر شد. به جایزه فکر شد. بچم همشه بده تو دهنه. بچم بره. بچم بره. باز کن. باز کن دهنه تو. تو میتونی. درجه شیرین. نونش هم بخور. بچم بره. عالی. ماشاءالله. دهن تو باز کن نترس. 15 ثانیه دیگه مونده. 15 ثانیه مونده. ماشاءالله. ماشاءالله. نمیشی. ماشاءالله. بخور. بچم بره تو دهنه. زود باش. بابا نگو از اون لفظا استفاده نکن. با کمر تو دهنه چیه داداش؟ آبروی طرف رفت سر 500 تومن. آقا بیا من 500 تومن من بهت کارت به کارت میکنم. نکن این کارو. 3 ماشاءالله مهدی. ماشاءالله. آب انار. آب انار. آقا باریکلا. 12 ثانیه خورد. نذار برید مهدی. خیلی مغازه باحالیه. فکر کنم توش هر چی با سرعت بخوری برنده ای. برم اونجا تموم دیگه. از هر چیزی هر روز میرم یه چیزی رو با سرعت میخورم. میام با سرعت میخورم میام. Ashley, look at me. کار بلدی یا داداش؟ خوب جا میکنی. 1 ماشاءالله. سیمه رو لیوان اول رو توی 4 ثانیه. باریکلا. ننداز زمین. ماشاءالله. لیوان اول رو نریز آقا. این خطا. آفرین. ماشاءالله. امیر ماشاءالله. باریکلا. تایم زیادی داره. خوب پیش رفت. بخور تو میتونی. ماشاءالله. یه دونه ماشاءالله. عجله نکن. برنده میشی. دست بزنید. برو آخریه داداش. برو سلامتی خودمون. برو تموم شد متاسفانه. تمومه. سمیه خانم بستنی بخوری. ماشاءالله. عجله نکن. بخور. ماشاءالله تو خوبی. این یکی. پسرا میدونن من واسه میخندم. تایم زیاد داری. بخور ماشاءالله سمیه خانم. جان. نمیشی. تو برنده. استغفرالله. خدایا خودت شما رو. ماشاءالله. بخور. عجله نکن. یه دیگه باید بیا. ماشاءالله. چقدر تایم داری؟ نه برو دارید. نه داریم. تام 10 داریم. برو تا صبح تایم هست. تو خوب بخور. 1 دهن آما بستن قیفی رو نذار بیفته محمد. آه ریدی داداش. کلا لو نورده کرد. چی کار داداش کرد؟ 500 تومن ارزش نداشت. بابا باریکلا. 11 ثانیه. آقا 14 ثانیه. 18 ثانیه تمام. باریکلا. دست خوش. چیکار یه کردی؟ 500 تومن بیارید آقا یه مهدی. ذره بستنی ریخت ولی قبول می‌کنیم ازت. زیادی داشتی. مرد. دست خوش. رفت تگری بزنه. 3 بیا. 2
یک بستنی میخواد بخوره فکر کنم آب هویج هم داره در کنارش. خیلی خوب خوردش. عالی. فوق‌العاده بستنی تمام کردن. نذار بریزه فقط 25 ثانیه. من میرم اگه موافق هستی که من این چالشو برم اونجا این چالشو انجام بدم حتما تو کامنت ها بنویسید. 15 ثانیه. اگه این ویدیو تقریبا تموم 20 ثانیه 21 اگه این ویدیو 200 لایک بخوره میرم این چالش انجام میدم. حالا بشین تا صبح لایک کن. میرم دقیقاً تو همین مغازه همین 10 تا 5 تا چالش اینجا انجام میدم. 200 لایک بخوره. اگه این ویدیو 200 لایک بخوره که نمیخوره. حالا بشین لایک کن دیگه. من میرم یا نه. چه خوب جا میکنه. ماشاءالله مریم خانم. ماشاءالله تو میتونی. این مگه همون مریم خانم نبود؟ دوباره رو باید رفت یه 500 تومان دیگه هم بزنن تو گوشش. ماشاءالله مریم خانم. بخور نونش هم بخور سوشی. ماشاءالله تو میتونی. عجله نکن. تایم داری یا؟ ماشاءالله مریم خانم. بدون تایم داریم مریم خانم. نونش هم بخور. بخور تو میتونی. مریم خانم خیلی بستنی دوست داره. بابا یارو مرد. 500 تومن چیکار میخوای بکنی باش؟ 3 ببینم میتونی عمل جا کنی تو اون اول 3 ثانیه. عالی. نذار بریزه که خطا نذار بریزه خالی کن لیواناتو. داره میریزه. خیلی داره میرن میریزه. نریزه. وایسا بذار تا آخرش بره ولی خب حالا فیلمو به خودش نشون میدیم. فکر کنم یه چارلی ریختو متاسفانه. میخوای دب بکنی 500 تومن ندی چرا میگی داره؟ خیلی بچه گرفتاره نمیبینی؟ ملت واسه 500 تومن میان خودشون خراب میکنن. بعد تو وای میسی ازشون فیلم هم میگیری میگی داره میریزه. داداش پولو بده بره ملت. یه خانم داره چالش بستنی به عاطفه خانم و شروع حرکت. عجله نکن. بخور. عقبی ها خیلی وقت شروع شده. آره تو میتونی بخور. بذار سرعت کم ها. بخور. اصلا هول نشو. دیوانه بعدی. روحیت لباس. زود باش. ماشاءالله تو میتونی. نه تصمیم اینجا بخور. آخه اونجا چه گویی آقا مهدی رو میبینید که داره تقلب میکنه. بخور ماشاءالله نذار بمونه. 2 نفری هم بخورید نمیتونید تموم کنید مهدی. ماشاءالله مهدی اون لیوان آخرم تو بخور. کی بگیه؟ بخور. 35 ثانیه‌تون تموم شده ولی خب آقا مرسی. بذار لذت ببرید. رکورد بستنی. 3 2 1 ماشاءالله محمد ماشاءالله. نریزه فقط. تایم زیادی داری و فوق‌العاده داری. 20 ثانیه. عالی عالی عالی. اینجوری که اینا بستنی میخورن با اون سرمایه شدید یعنی سکته مغزی نزنن سر 500 تومن شانس آورد. برو بریم چالش سنگین معجون 3 کیلویی رو با مارلیک اوشاخلاری. سمیرا خانم عزیز که همین که جسارتشو داشته توی این چالش سنگین شرکت کنه کلی ارزشمنده و 12 دقیقه تایم این چالشو سمیرا خانم به قول خودش بخوره و میتونه این چالشو به اتمام برسونه. معجون مگه کسی میتونه تمامش کنه؟ من که دیدم پشمای خودم ریخت من نمیتونم. واقعا سخته. 3 کیلو معجون اینجا متاسفانه دیگه نتونستن ادامه بدن و ولی واقعا دمت گرم. 2 کیلو معجون خوردن کار هر کسی نیست. 2 کیلو خورد. باشی خواهر گلم. این چالش بستنی قیفی و برای بچهای میدونبار که قبل این چالش یه شیرپسته مخصوص و یه دونه بستنی قیفی هم خورده و رکورددار چالش موز هستش ایشون و 75 تا دونه موز خوردن. ببینید به چه صورت داره تایم چالش ما رو میبره زیر سوال. 45 ثانیه تایم این چالش رو واقعا عجیب و غریب داره میخوره. 15 ثانیه بابا باریکلا. تازه 2 ثانیه هم دیر شروع کرد. آقا دست خوش. ماشاءالله چه بخورایی داشتیم نمیدونست بخورن ها. چون من باید حتما این چالش رو برم. این چالش رو بریم یک دقیقه تایم واسه خانوما هستش و تایم مناسبی واسه برنده شدن. یه مقدار سرعت بیشتری نیاز داریم. بهتر پیش میری کنید
20 ثانیه گذشته و فکر کنم نصف بیشتر بستنی رو اینجا تموم کردم. تقریبا نصف دیگه تایمت مونده. حالا بریزه باریکلا 40 ثانیه. آقا باریکلا 47 ثانیه. دهنتون رو خالی کنید. دهنتون رو خالی کنید 52 ثانیه. آقا باریکلا برنده شد. ماشاءالله برنده شد. آقا من اینجا یه کامنتی دیدم نمیشد حرف نزنم. خواهر خودتم بود ازش اینطوری فیلم میگرفتی حتی اگه خودش میخواست؟ اسکل چالش کسی که اومده واسه چالش شرکت کنه پس موافق بوده که ازش فیلم میگیرن، فیلمش هم داخل پیج میذارن و میخواست برنده بشه. اون کسی که اومده این چالش شرکت کنه و پای خودش و رضایت خودش اومده این کار رو انجام داده و میدونسته که قراره ازش فیلم بگیرن و برنده رو اعلام کنن و بازنده رو اعلام کنن و بزنن داخل پیج اینستاگرام. من ریدم تو اون مغزت که اینجور فکرایی داری که حالا با دوتا تیکه میپرانیم شوخی میکنیم با طرف. آقا به تو چه ربطی داره؟ دوست داشته همین کار کنه، اصلا به تو هیچ ربطی نداره. خودش ناراضی بود میرفت ازش شکایت میکرد. تو چرا ناراضی هستی؟ تو چرا کود فشاری شده میسوزی؟ همینجا ویدیو تمام میکنم، من دیگه بقیه رو نمیبینم. اصلا کیری شد. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما که لایک رو بزنید، حتما کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب نکردید چنل سابسکرایب کنید، اون زنگولم بزن. اگه دوست دارید بازم از این چالش‌های بیشتر غذایی براتون بذارم حتما تو کامنت بنویسید یا یادتون نره و این ویدیو 200 لایک بخوره من حتما میرم این مغازه و تو چالش‌های بستنی شرکت میکنم و براتون ویدیو هم میگیرم. تا ویدیو بعدی دوستتون دارم. پیش